مرکز پژوهش فساد و جنایت‌های سازمان یافته یا OCCRP حساب بانکی یک مقامدار تاجیک را پیدا کرده است که در بانک شویتساریا بیش از 9 میلیون دلار داشته است. این سازمان که تحقیقات ژورنالیستی انجام می‌دهد گفته است بر اساس سندهای دسترس شده از یک بانک شویتساریا قاسم رهبر رئیس پیشین ولایت سوخت و وزیر سابق کشاورزی سال 2004 در شویتساریا حساب بانکی باز کرده است. آن زمان او رئیس ولایت سوخت بود. همکارم مومین احمدی با این تحقیقات شناس شد و حالا در استودیو با ماست. مومین، آیا معلوم است که این پولها از کدام راه به دست آمدند؟ سلام. اول اینکه بر اساس قانون‌های تاجیکستان هیچ مقامدار حقی باز کردن حساب در بانک خارجی را ندارد. به نوشته مرکز پژوهش فساد و جنایت‌های سازمان یافته در حساب بانکی او بیشتر از 8 میلیون فرانک شویتزاری به حساب حاضره برابر به بیش از 9 میلیون و 641 هزار دلار امریکایی بوده است. واقعا معلوم نیست که این منصبدار دولتی این مقدار پول رو از کجا به دست آورده است. یک کاربر رادیو آزادی در اینستاگرام نوشته است که اگر او 5000 سامانی معاش کلانترین در تاجیکستان رو هم گرفته باشد بیش از 100 سال باید کار کند تا اینقدر پول جمع کند. پژوهشگران OCCRP قاسم رهبر را همپیمان پرزیدنت امامعلی رحمان توصیف کردند که یک مدت تجارت پخته و منبع اساسی اسعار خارجی را زیر نظارت داشته است. مومین، نظر خود قاسم رهبر به این تحقیقات چی باشد؟ زرانگیز تلاش‌های همکاران ما برای دریافت نظر قاسم رهبر تا این زمان بی‌نتیجه بود. حالا او رئیس ناحیه حصار است. همکاران ما به حکومت ناحیه حصار رفتند ولی دستگاه رئیس ناحیه گفتند که او در اتاق کاریش نیست. به زنگ‌های به تکرار ما نیز پاسخ ندادند و در حکومت شهر حصار گفتند که این موضوع را شرح دادن نمی‌توانند چون به کار قاسم رهبر در حکومت حصار ربط ندارد. اما این موضوع در میان کاربران رادیو آزادی بحث برپا کرد. یک کارگر بدون ذکر نامش در سامانه ما نوشته است که تصور کنید که این فرد فقط یک منصبدار دوم یا سوم درجه است. منصبدارانی از این بالاتر چقدر مبلغ داشته باشند؟ کاربران دیگر گفتند که قاسم رهبر در قیاس با دیگر رهبران یک ماهیچه است. انیس یک کاربر نوشته است که اگر پول نهنگ ها را در بانک های خارجی پیدا کنند شاید به میلیاردها دلار میرسد. خب مومین، درباره مرکز پژوهش فساد و جنایت‌های سازمان یافته یا OCCRP به بینندگان بیشتر میگفتی. این چی سازمان است؟ زرانگیز این سازمان که در اروپا قرارگاه دارد نه تنها منصبداران تاجیک بلکه از همه گوشه دنیا اعمال مقامدارانی را که به قول سازمان از راه نادرست پول می‌یابند پیدا و نشر می‌کند. این سازمان با شرکت ژورنالیستان قوی را از سراسر دنیا در موضوعهای فسادکاری جمع می‌آورد و مقامداران و نزدیکان آنها که به فساد دست دارند تحقیقات انجام می‌دهد. در گذشته این مرکز درباره شرکت فراز که به یکی از دامادهای پرزیدنت تاجیکستان منسوب است تحقیقات انجام داده بود. تشکر همکارم مومین احمدی درباره آشکار شدن حساب بانکی قاسم رهبر رئیس فعلی ناحیه حصار در یکی از بانک‌های شویتساریا صحبت می‌کرد.